به کانال تلویزیونی ندای حق خوش آمدید. اگر تا کنون عضو کانال ما نشده اید لطفاً کانال ما را سابسکرایب نموده و دکمه زنگوله را فشار دهید تا از جدیدترین ویدیوهای جالب ما مطلع گردید. فراموش نکنید که با عضویت در کانال ندای حق و نشر و اشتراک گذاری ویدیوهای ما شما هم در مسیر دعوت با ما همکار می گردید. ندای حق، ندای توحید و حقیقت. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم با قسمت دیگری از این برنامه شما عزیزان که میتونید در این برنامه تماس بگیرید و در مورد موضوعات مختلفی که دوست دارید صحبت بکنید. شماره تلفن برنامه را عزیزان زیرنویس میکنن، هم از طریق واتساپ و هم از طریق تماس مستقیم میتونید به ما زنگ بزنید و دوستان عزیزی که از طریق یوتیوب ما رو میبینن هم میتونن بعضی از سوالاتی که دارن رو در کامنت ها بنویسن، انشالله جواب خواهیم داد. و بینندگانی که ادب و اخلاق رو مراعات نمی کنن و تربیت خانوادگی خودشون رو به نمایش میگذارن، اگر توهین و اهانت بکنن از صفحه شبکه بلاکشون میکنیم. این رو در نظر داشته باشین. اگر حرف علمی دارید، منطقی دارید، تماس بگیرید، مطرح بکنید و نیاز نیست که کامنت بدید و فوش و ناسزا بگید. اولین بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلامت باشید برادر عزیز، بفرمایید. زنده باشید، بخیر باشید. استاد گرامی، یک سوال داشتم. بفرمایید. کسایی که در ترکیه است میتونه که چی بگیره تذکره ترکیه؟ یعنی میفرمایید که حکم گرفتن تابعیت ترکی چی است؟ یعنی بله، یکی دیگه استاد به خاطر درس خواندن میخواستیم که به اینجا کنم مدرسه داشته باشیم درس بخونم. درست باشه، چشم، در این مورد صحبت میکنیم. زنده باشید، سلامت باشید. ببینید دوستان عزیز، گرفتن تابعیت کشورهای اسلامی برای کسی که میسر بشه هیچ اشکالی نداره، اما بعضی از کشورهایی که مانند کشورهای اروپایی، بالخصوص آلمان که اخیراً یکی از قوانینی رو که تصویب کردن این است که شما وقتی گرفتن تابعیت باید اقرار بکنید که اسرائیل رو به رسمیت میشناسید، اقرار بکنید که به اصطلاح هولوکاست یا همون سوزاندن یهودی‌ها رو که دروغی بیش نیست اون رو قبول بکنید. و این قبول کردن این قانون به معنی این است که شما فلسطین رو به جای فلسطین و به جای کشوری که در اونجا مسلمان ها بودند و سرزمین اسلامی است، شما یک
حکومت غاصب، اشغالگر و جنایتکار رو قبول کردید و این اشکال شرعی دارد. این قانون، قبول کردن این قانون اشکال شرعی دارد و برای یک انسان مسلمان جایز نیست که این کار رو بکند. اما بقیه کشورها همچین شرط و شروطی ندارن و مشکلی نخواهد بود. اما اینکه در طرز خواندن در ترکیه، این رو می توانید با دانشگاه هایی که در اونجا هست، با مدارسی که هست ارتباط بگیرید و اونها به شما شرایطشون رو و امکاناتشون رو خواهند گفت. تشکر می کنم از بیننده عزیز. بیننده نوشتن که همچین چیزی در قانون آلمان نیست. شاید شما اطلاع نداشته باشید، جدیداً تصویب کردن و از 1-2 ماه پیش شروع شده. کسانی که در اونجا میخوان تابعیت بگیرن، تابعیت آلمانی بگیرن، باید زیر این قانون امضا بکنن. بعضی از عزیزانی که از طریق وکیل معاملاتشون رو پیش میبرن، وکیلتون امضا میکنه از طرف شما و این قانون هست. جدیداً در اونجا این قانون رو تصویب کردن. بیننده‌ای در سوالی که از طریق یوتیوب نوشتن که ما چرا برای الله سبحانه و تعالی باید قربانی بکنیم؟ آیا الله سبحانه و تعالی به قربانی ما نیاز دارد؟ ببینید جواب شما را الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم داده است که الله متعال می‌فرماید که لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن یناله التقوى منکم. هدف از همه عبادات رسیدن به یک مقام است، مقام تقوا، مقام پرهیزگاری. الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که فصل لربک وانحر، نماز بخوان برای پروردگارت و برای او تعالی قربانی بکن. هدف همه عبادت ها رسیدن به مرتبه تقواست. انسانی که به خاطر الله سبحانه و تعالی، به خاطر رضای او وقتش رو میاد قربان میکنه. مثلا شما روزانه 5 وقت بیاید نماز میخوانید. نماز جامع همه عبادت هاست. شما نمونه ای از همه عبادت ها رو در نماز میتوانید ببینید. طرف کارش رو رها میکنه، تجارتش رو رها میکنه، میره نماز میخوانه. شاید درمون یک 5 دقیقه 10 دقیقه که میخواد نماز بخوانه، شاید مشتری بیاد، شاید بتونه هزاران روپیه، دلار یا ریال یا هر چیزی بفروشه. لکن همین وقتش رو قربان میکنه برای چی؟ برای عبادت الله سبحانه و تعالی. در نماز به طرف بیت الله الحرام است، خانه‌ای که حج بیت الله الحرام در آنجا انجام می شود. همه این عبادت ها برای چی است؟ برای رسیدن به مرتبه تقوا است. انسانی که قربانی میکنه، قربانی برای این نیست که حتما شما مثلا یک گوسفندی رو، گاوی رو ذبح کردید و خلاص رهاش میکنید. برای ایجاد یک همبستگی، برای ایجاد یک تضامن در یک جامعه هست که شما حیوانی رو قربانی میکنید، گوشت اون رو در بین فقرا تقسیم میکنید. الله سبحانه و تعالی که میفرماید لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن یناله التقوى منکم، که الله سبحانه و تعالی نه به گوشتش نیاز داره نه به خونش نیاز داره. آنچه که مهم است این است که شما تقوایتان، خدا ترسی شما، ایمان شما در حدی است که پولی رو که دوست دارید میرید با این پول یک حیوانی را میخرید، ذبح میکنید، قربانی میکنید،
گوشت آن را در بین فقرا و مساکین تقسیم می کنید. از پول، از مال مایه گذاشتن این کار ساده ای نیست، هر انسان نمیتواند بکند. شما مثلا الان پیش یک تاجری، پیش یک انسان پولداری برید مثلا بگید که برای یک مدرسه‌ای، برای یک عمل خیری، برای ساختن بیمارستانی کمک بکن. هر تاجری کمک نمیکنه الا آن کسی که به درجه ای از تقوا رسیده باشه که اون پولی رو که دوستش داره، و هیچ کس امروز در دنیا نیست که بگه من پول رو دوست ندارم. شهوت دوست داشتن پول الله سبحانه و تعالی رو در وجود همه انسان ها قرار داده است به مقدار کم و بیش. یکی زیاد دوست داره، یکی کم دوست داره، اما همه دوست دارن. اما یک نفری که این شهوتش رو قربان میکنه، مالش رو قربان میکنه، خرج میکنه در راه الله سبحانه و تعالی، چه با قربانی باشه، چه با جهاد باشه، چه با کمک به مستمندان باشه، این انسانی است که به مرتبه تقوا رسیده. و هدف نهایی همه عبادت ها چی است؟ رسیدن به مرتبه تقوا است. تقوا و پرهیزگاری که اونم فایدهش الله سبحانه و تعالی به تقوا و پرهیزگاری ما هم نیاز نداره. این فایده این برای خود ماست. الله سبحانه و تعالی میفرماید که ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا. برای انسانهای متقی است که الله سبحانه و تعالی جنت را آماده کرده، باغ‌های بهشت را آماده کرده، میوه‌های بهشت را آماده کرده. برای انسان‌های متقی. انسان‌های متقی کسانی هستند که از مالشان، از جانشان، از وقتشان برای دین، برای اسلام، برای کمک به انسان‌ها و مسلمان‌ها مایه میگذارن و اون نفس خودشون رو و اون شهوتی رو که دارن اون رو در مقابل تقوا و پرهیزگاری الله سبحانه و تعالی جلویشو میگیرن. این انسان است که به مرتبه تقوا رسیده و مرتبه تقوا هم که انسان میرسه این به فایده خود انسان است. مثل کسی میمونه که سالها درس میخوانه، یک درجه علمی میگیره، به خاطر چی؟ به خاطر که به یک منصبی برسه، به خاطر که به یک مقام علمی برسه، به خاطر اینکه بعضی به خاطر حقوق، بعضی به خاطر اینکه پول به دست بیارن درس میخوانن، بعضی به خاطر که به یک مقام و منصب علمی برسن درس میخوانن. و همه اینها چی است؟ فایدهش برای خود انسان است. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم استاد انصاری سابقا. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. قربانتان استاد قن، خدا را شکر که بازم خدا عنایات به ما بخشید و به امید سلامتیتان استاد قن. سلامت باشید. در برنامه قبلیتان که میخواستم در مورد طالبا سوال کنم به خاطر که وقت نبود. بله. باز همی مانده هفته که یادتان باشه. بفرمایید، در خدمت شما هستم. تشکر انصاری صاحب. قبل از اینکه من سوال خدا بکنم، ما باید ایره بگویم که کسی که طالبا را انتقاد میکنه و این معنا نیست که او مقاومتی باشه یا مثلا او داعش باشه. درست. دیگه و خود امی احمد مسعود خودش یک لندنیست که به پدر کلان شده در ایران، در لندن تحصیل کرده و لندن هیچ وقت بر افغانستان و تمام کشور اسلامی چیز خوبی را تقدیم نکرده. درست. دیگه استاد قن، شما یک شخصیت بزرگوار هستین، نزد ما عزیز هستین و انتقاد از شما به معنای به حرمتی نیست. استاد قن، بفرمایید. سوال که ما دارم این است، آیا طالبان مستقل هستن؟ ببینید در این دنیا هیچ کس مستقل نیست. یک واقعیت هست. یعنی واقعیت هست. درست. منظور ما است که طالبان، یعنی منظور از این سوال میست که یعنی واقعا حکومت اسلامی هستن، واقعا به اسلام خدمت میکنن. ببینید، میخواهید که شما سوالایتان مطرح بکنید من بعداً جواب بدم یا که نه همینطور گفتگو بکنیم با هم دیگه؟ هر رقمی که شما دوست دارید. استاد قند من نمیتونم زنگ قطع بکنم چون خب بسیار خوب. جوابایی که شما میتین باز اولش سوال پیدا میشه. بسیار. منظور از مستقل بودن یعنی طالبان غلام امریکا نیستن؟
باشه، من این سوال میکنم، همینطوری پاسخ میدم به شما. ببینید، این که بگیم مثلا طالبا غلام آمریکا هستن به خاطر اینکه مثلا با آمریکایی‌ها مذاکره کردن، با آمریکایی‌ها پنهان و یا آشکار ارتباط داشتن، این یک مسئله غیبی است. الله سبحانه و تعالی خودش بهتر میدانه. اگر ما بر اساس اینکه طالبا مثلا با آمریکایی‌ها مذاکره کردن در قطر، به ادعای خودشان از سال 2007 یا 2008 گفتن که ما به شکل پنهانی مذاکره داشتیم تا اینکه در 2019 به اصطلاح به نتیجه رسیدیم مذاکرات. اگر بر این اساس بگیم نه، یعنی مذاکره کردن با یک کشوری، مذاکره کردن با اشغالگر، مذاکره کردن با دشمن یا مذاکره کردن با کفار، دلیل بر این نیست که انسان یعنی نوکر آنهاست یا که جاسوس آنهاست یا در خدمت آنهاست. رسول الله صلی الله علیه و سلم با مشرکین قریش در حدیبیه مذاکره کردند. وقتی که برای عمره رفته بودن، مشرکین آمدن، سهیل ابن عمرو رو فرستادن برای مذاکره و در اونجا مذاکره کردن. حتی وقتی که توافقنامه رو میخواستن بنویسن، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نوشتن بنویس که این اتفاقنامه است که بین محمد رسول الله و سهیل بن عمرو نماینده قریش امضا شد. سهیل اعتراض کرد، گفت اگر که ما قبول داشتیم که تو پیغمبر خداستی که با تو جنگ نمی کردیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم به سیدنا علی که کاتب شام بودن گفتن که خلاص رسول الله رو پاک بکن. حضرت علی گفت من پاک نمی بله درست است. با اینا نظر و شرایط ایجاب میکنه که با طرف مقابل باید بشینی. اما استاد قن سوال اینجاست. ببینین دشمنای افغانستان با سواد نمیخواین. دشمنای افغانستان دارای اقتصاد قوی نمیخواین استاد قن. اینا همه برنامه های اشخاص را که همچه خواستار داره، اینا دانه به دانه تطبیق میکنن. ببینین هر عمل از اینا را که ما با قرآن و شریعت مطابقت بکنیم، یک عمل از اینا اسلامی نیست استاد قند. تعصب کت زنا، تعصب کت اقوام غیر پشتون، وقتی که در مقابلشان یک دلیل میآوری اینا قبول نمیکنن. مفتیشون در رسانه ها میشینه میگه کی بر ما ثابت کردن میتونه که علم فرض در قرآن عظیم میشن. وقتی که در مقابلشان حرف بزنی، دیگر اشخاص دیگهشان هستن که میگه اوش کنی در این موضوعات داخل نشی که تو شریعت ها نمیفهمی. برادر اگر من شریعت ها نمیفهمم، من حق دارم که با شریعت ها بفهمم، تو برای من تشریح بکنه. اینی تر موضوعات است استاد قن. دیگه وای کسی که اینا استاد قن مسلمان هستن، اگر اینا مسلمان هستن، آیا ما بسیار زیاد دورم نمیرم، دو مثال براتان میتونم استاد قن. بله. ارسلان جمال ولی لوگر بود در سال 2013 ایره طالبا به قتل رسان. آیا او طوره که اینا طالبای ولی لوگر به قتل رساندن آقای ارسلان جمال؟ درست است در قرآن عظیمشان بگی بمبون او زمان داعش نبود، فقط نمی طالبا بودن. مسئولیت هر عملی انتحاری را اینا خودشون مستقیم میگرفتن. یک لحظه میبخشید، بسیار زیاد معذرت میخوایم. شما چندین موضوع را مطرح کردید، بگذارید قدم به قدم بریم جلو. خوب است؟ قربانتون معذرت میخوایم. خواهش میکنم. مسئله تعلیم، خواهش میکنم. مسئله تعلیم، خودتان میدانید که اختلاف شدید حتی بین سران طالبان هست. تعداد زیادی از بزرگان طالبان مانند امیرخان متقی، مانند مولا یعقوب، مانند ذبیح الله مجاهد، مانند استانکزی، اینا بارها در صحبت‌هایشان اظهار کردند که تعلیم حق هر زن و مرد افغان هست و ما هرگز مخالف تعلیم نیستیم. حتی من اگرم خواستید صحبتش رو پخش میکنم، گرچه به زبان پشتو است. بله، مولا یعقوب همین 2 هفته قبل در یکی از صحبت‌هایی که در کابل داشت گفت که حتی گفت من توصیه میکنم که در هر خانه افغان یک نفر اگر که میرود مدرسه دینی میخواند، یک نفر باید دکتر شود یا انجینر شود، مهندس شود. این در بین خودشان هم هست. یعنی این نیست که طالبان همه 100% دشمن علم باشند، دشمن درس خواندن و تکنولوژی و پیشرفت باشند. ما ببینید
هست. ما اینو باید یک قبول بکنیم که یک واقعیتی در جامعه افغانی ما وجود دارد که تعدادی از ملاهای کلاسیک ما، تعدادی از ملاهای مدرسه‌ای ما اصلاً با مکتب خواندن مخالف هستند، هم برای مرد هم برای زن. شما اگر که در جامعه افغانستان بزرگ شده باشید، یعنی شاید شاهد باشید که عدد مکتبی‌ها رو میگفتن کافر هستند. من خودم دقیقاً یادم هست که وقتی که در 3 ماه تعطیلات تابستان رفتیم در یک مدرسه‌ای که قرآن بخوانیم و بعد از اینکه به اصطلاح لیسه دوباره شروع شد گفتن که فلانی کافر شده. چرا؟ گفت حالا رفت مکتب. این 3 ماه مسلمان بود الان کافر شده. این یک چیزی است که از زمان نفوذ ملاهای انگلیسی در افغانستان که یکی از برنامه‌های استعمار این است که در یک جامعه جهل را، تعصب را و جنگ را به راه بیندازن تا به این وسیله جامعه در جهل و نادانی و فقر و بدبختی زندگی بکند که استعمار این جامعه آسان شود. مثلا پیر سفیدپوش یک ملایی بود که در مسجد پل خشتی تقریبا 7-8 سال امامت کرد. در آخر این شخص جاسوس روس‌ها از آب درآمد. جریانش رو شما سرچ بکنید، پیر سفیدپوش میگفتنش. این همیشه یک لباس سفید بلند میپوشید و روزها معلومات رو جمع میکرد از مردم و طرفای شب میگن از کنار دریای کابل به سفارت روسیه مخابره میکرد. خب در آخر جاسوس روس از آب درآمد. شاید پدران شما این چیزا رو، این داستان‌ها رو شنیده باشن. این واقعیت‌هایی است که در جای ما وجود داشت. بله، یعنی که بگیم امروز اگر ما بگیم که همه طالبان، نظام طالبان یا نظام امارت اسلامی که فعلا در افغانستان حاکم است، دشمن تعلیم است، دشمن تربیه است، دشمن مکتب است، دشمن دانشگاه است، این ظلم و جفا هست. یعنی امروز دانشگاه ها هست در افغانستان، باز است، پوانتون ها، فاکولته ها، حتی دانشگاه های جدید داره تأسیس می شود و بچه ها که میرن، یعنی فقط دخترها رو که از صنف 6 به بالا یا از کلاس 6 به بالا منع کردن، اونا نگفتن که منع دائمی است، خودشان میگوین که این من به خاطر تغییر نصاب تعلیمی است، به خاطر آمادگیری برای جدا کردن دخترها و پسرها و تغییر دادن نصاب تعلیمی است که انشاءالله در این حرفشان صادق باشن. گرچه من بارها صحبت کردم در این مورد، گفتم که هیچ توجیهی ندارد که ولو برای 1 روز مدارس دختران تعطیل شود، نه در افغانستان و نه در هیچ گوشه دنیا. مادران ما، خواهران ما، همسران ما، دختران ما، اینها نخستین معلمین یک جامعه هستند. فرزندان اولین بار علم را، ادب را، اخلاق را از مادرانشان یاد میگیرند. یک مادر جاهل هیچ وقت نمیتواند یک فرزند خوب، یک فرد صالح در یک جامعه تربیت بکند. در عربی یک شعر است میگویند که مادر مانند یک مدرسه است که تو اگر این مدرسه را درست تربیت کردی، یک نسل عالم و فهمیده‌ای تحویل جامعه میدهی. پس بستن مدارس دختران هیچ توجیهی ندارد و امیدوار هستیم همونطوری که مثلا الان فاکولته طب رو برای دخترها در بعضی از تخصصات باز کردن، آهسته آهسته این حل می شود، تغییر می کند و این یک واقعیت است. و من که یعنی روزانه از اخبار افغانستان اطلاع دارم، دوستانی که رفتن، آمدن، دیدن خیلی از مسائلی رو که ما امروز در افغان اینترنشنال و در BBC و در CNN باور کنید که دروغ است. یعنی خبرهایی رو، بله خبرهایی رو میارن که اصلا آدم شاخ در میارد که واقعا بعد میبینی که اصل قضیه چیز دیگری است. اونها میخواهند که در جامعه افغانستان جنگ باشد، فساد باشد، گدودی حرج و مرج باشد تا که اونها به منافعشان برسن و سوء استفاده بکنن. ما بارها گفتیم، طالبان هم نصیحت کردیم که برادر عزیز، حکومت داری مدرسه داری نیست، به تعلیم توجه بکنید، به تربیت توجه بکنید و در خیلی از زمین‌ها برادر عزیز باید این رو قبول بکنیم که موفق بودن، مثلا در آوردن امنیت، در از بین بردن فساد اداری، در از بین بردن رشوت. مثلا شما قبلا یک معامله داشتید، در یک اداره میرفتید باید به 10 نفر رشوت میدادید، الان نه، الحمدلله این مسائل خیلی کمرنگ شده است. امیدوار هستیم که از این بهتر شود. راه حل چیست برادر؟ من در یک
بفرمایید. شما بفرمایید. میگم راه حل چیست؟ امروز اگر ما بگیم که خلاص این حکومت رو بر علیه این حکومت شما بخیزید بجنگید، جنگ بکنید، این حکومت رو ساقط بکنید، بعد از اون بدیل چی است؟ آیا یک کسان دیگری هستن که از اینها بهتر باشن بتوانن مملکت رو اداره بکنن؟ یک چیز بگویم براتون، با خیلی احترامت دارم. قبل از اینکه گپ خدا بگویم استاد استقایت از این رای دلماچ میکنم. سلامت باشید. میگم استاد قند بدیل فقط خداوند است. هر چی دنیای که با چشم تماشا میشه او بدیل داره استاد قند. من متاسفانه نمیتونم که نامش بگیرم. یک گروه از افغانستان که هیچ وقت جنگ نکرده، دستش به خونه هیچ کس آلوده نیست، که در هیچ جنگ اشتراک نداشته، واقعا صادق است به مردم افغانستان که انشاءالله تعالی اونا 100% موفق میشن. شما ایره شاهد باشین. اگر من اسمشان براتون بگیرم استاد، اینا در کابل زندگی میکنن و اصلا بالای طالبان اعتماد نمیشه. خدای نخواسته به ضرر نرسان استاد. تشکر از معلوماتتون استاد. سلامت باشین. یک موضوع دیگری هم که من خدمت شما عرض بکنم که از اول سوال پرسیدید، گفتید آیا حکومت اینا یک حکومت اسلامی است؟ در یک برنامه من مفصل در این مورد صحبت کردم. ما چرا در قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم غیر از خلافت بر اساس منهاج نبوت که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که خلافت بر اساس روش رسول الله صلی الله علیه و سلم فقط 30 سال است. این 30 سال خلافت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذوالنورین، حیدر کرار و حسن ابن علی بود که بعد از اون خلافت بر اساس روش رسول الله صلی الله علیه و سلم تمام شد و در حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که بعد از او پادشاهی می آید. ما امروز در هیچ جای قرآن و سنت ما نداریم که روش حکومت داری در اسلام امارت اسلامی است، جمهوری اسلامی است، دولت اسلامی است، پادشاهی است. سر این مسائل چرا در قرآن و سنت بحث نشده؟ دلیل چی است میدانید؟ دلیل این است که در جامعه اسلامی نام حکومت مهم نیست که جمهوری اسلامی باشد یا امارت اسلامی باشد یا پادشاهی باشد. مهم در اسلام این است که عدالت باشد. فاذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. عدل اساس حکم است. ابن تیمیه رحمت الله علیه در یک سخن زیبایی میگوید یک حکومتی که مسلمان ها در آنجا باشند اما ظلم بکنند، این حکومت دوام پیدا نمی کند و حکومتی که در رأس آن کفار باشند ولکن عادل باشند این دوام پیدا می کند. چرا؟ دوام یک حکومت بر اساس عدالت است. مادامی که عدالت باشد، شما آیات قرآنی رو بگردید، احادیث رو بگردید، بزرگترین ویژگی یک حکومت چی است؟ عدالت است. نگفته که در هیچ جای قرآن و حدیث نگفته که حکومت رو باید ملاها تشکیل بدن. در هیچ جای نگفته که در رأس حکومت باید شیخ الاسلام باشد، شیخ الحدیث باشد، شیخ التفسیر باشد، مولوی باشد یا مولانا باشد یا شیخ الاسلام باشد. گفته که باید حاکم عادل باشد. حتی نگفته که متقی باشد. ما عقیده اهل سنت و جماعت این است که امام یا حاکم میتواند فاسق باشد، فاجر باشد، حتی زناکار و شرابخور هم باشد. بعضیا میخندن، شیعیان میگن این عقیده اهل سنت رو ببین، میگه حاکم یا امام حتی فاسق و فاجر و شرابخور و زناکار هم باشد اطاعت از او واجب است. مادامی که عدالت در جامعه را اجرا بکند بر اساس قرآن و سنت، این که خودش به چه فسادی به چه فسقی گرفتار است این برای خودش است. هر کس برای خودش پاسخ میده در پیش الله سبحانه و تعالی. اساس حکم در اسلام چی است؟ عدالت است. عدالت اجتماعی، عدالت قومی، عدالت در همه زمینه ها. امروز در کشوری که اگر یک اقتصاددان، مثلا شما بگید که کمترین قوم افغانستان از نگاه مشارکت ملی کدام قوم است در افغانستان؟ مثلا ترکمن، قرقیز. اگر امروز در افغانستان یک قرقیزی که اقتصاددان هست میتواند اقتصاد افغانستان را به خوبی اداره بکند، اما امارت اسلامی یک پشتون را
میارد وزیر اقتصاد میکند، به خاطر اینکه پشتون است، به خاطر اینکه ملا هست، به خاطر اینکه مولوی است، به خاطر اینکه شیخ الاسلام و شیخ التفسیر است. این عدالت نیست، این خیانت است. خیانت به ملت است، خیانت به اسلام است، خیانت به قرآن است، خیانت به سنت است. چرا؟ عدالت این را اقتضا می کند که همان قرقیزی که اقتصاددان است را تو بیار وزیر اقتصاد بکن که اقتصاد مملکت را اداره بکند. ملا و مولوی به درد اداره اقتصاد که نمیخورد، ملا و مولوی به درد اداره مدرسه میخورد، به درد تدریس علوم دین میخورد. یا مثلا یک دکتر باید، یک دکتر، یک طبیب باید وزیر صحت عامه باشد یا وزیر بهداشت باشد، نه اینکه تو بیاری یک ملا را وزیر صحت عامه تعیین بکنی بعد بگی که ما عدالت میکنیم، بعد بگی که ما حکومت اسلامی. من نمونه و مثالی رو بارها ذکر کردم. رسول الله صلی الله علیه و سلم سفر هجرت میرفتن، درست؟ میخواستن از راهی بروند که راهی بی خطر باشد، کوتاه باشد، با امنیت زودتر به مدینه برسند. برای راهنمایی در این سفر یا به اصطلاح ساربان این سفر سرنوشت ساز هجرت کی بود؟ ابوبکر بود؟ نه. عمر بود؟ نه. بلال بود؟ نه. آیا از صحابه کبار بود؟ نه. رضی الله تعالی عنهم اجمعین. میدانید راهنمای پیامبر کی بود؟ عبدالله ابن اریقید، یک کافر، یک مشرک. چرا پیامبر صلی الله علیه وسلم یک کافر و مشرک به عنوان راهنمای خودشان در سفر سرنوشت ساز هجرت تعیین کردند؟ چون که درست است که ابوبکر اولین کسی بود که مسلمان شد، درست است که عمر فلان فلان صفات خوب را داد، درست است که علی رضی الله تعالی عنه پسر عمویش بود و دامادش بود و فلان هزار یک فضائل داشت، اما هیچ کدامشان راه ها را بلد نبودن. پس کسی که راه بلد پیامبر بود کی بود؟ عبدالله ابن اریقید، یک شخصی که پیامبر رو با امنیت از کوتاه‌ترین راه در کوتاه‌ترین مدت صحیح و سالم به مدینه رساند. از این جا ما چه درس میگیریم؟ که کار باید به کاردان سپرده شود. عدالت در یک جامعه این است. بله استاد قربان داشتم استاد، تشکر از اینکه برای ما وقت بدید استاد. اگه اجازهتون باشه یک سوال دیگه میتونم استاد، اگه اجازهتون باشه؟ بفرمایید، اما بیننده اگر اجازه بدن بفرمایید. استاد به خاطر که اکثریت مردم افغانستان این سوالا را داره استاد. بفرمایید. شما گفتین بسیار زیاد درست است استاد. یکی که امی طالبا من نمیفهم چی رقم براتون در ایمیل دارین شما یا زمین تلفن واتساپ است؟ در واتساپ بفرستید میتوانید. درست است استاد. ویدیوهای است و در اینترنت است، هنوز دانلودش نکردیم استاد. اینا در مسجد اتن میکنن استاد. اتن یک رقص مربوط به پشتونا میشه استاد. میدونم. الان شما این مطلب هم ذکر کردید و قبلا هم ذکر کردید که مثلا فلان والی رو کشتن، فلان کار رو کردن، فلان طالب فلان حرف رو زد، یا یک ملای آمد مثلا در طولو نیوز گفت که اصلا تعلیم فرض نیست و ایناست. ببینید اینها اقوال شاذ است، اینا اقوال کسانی است که به اصطلاح صاحب قرار نیستن در حکومت، یا اگرم باشن حرف فردی است، حرف کلی نیست. به طور مثال ما در دوران جمهوریت هم داشتیم افرادی، وزیرانی، وکلای پارلمانی، اشخاصی که جرم کردن، جنایت کردن، آدم کشتن، اما این به این معنی نیست که همه کسانی که در نظام جمهوریت بودن همهشان بد هستند. نه، در بینشان خیلی انسان‌های شریفی هم وجود داشتن. وانگهی در جنگ، بارها گفتم در جنگ که دیگه حلوا پخش نمی‌کنن، در جنگ کشته شدن هست، خراب شدن هست، دربدری است. حرف پایانی من این است برادر عزیز، ما بیایم به جای این که دوباره بخوایم وطن رو به طرف جنگ بکشانیم، بیایم همینا رو اصلاح بکنیم، بیایم در کنار همینا باشیم، بیایم تجربه بکنیم. به خدا قسم اگر اینها در کنار ملت نباشن، حرف ملت رو گوش نکنن، عدالت رو در جامعه اجرا نکنن، دوام پیدا نمی‌کنن و این سنت الهی است. تشکر استاد. ما سوالای داشتم باشه در برنامه دیگه انشاءالله میپرسم، به خاطر که دیگه برادرای ما منتظر هستن. سلامت باشید. ویدیوهایی را که پیش ما هست بفرستید. حتما به زودی میگیرم با دمی و از شماره واتساپ ارسالش بکنم. آها بله، همینجا بفرستید میشه. درست است استاد. زنده باشید برادر. سلامت باشید. فکر نکنید که به احترامی کرده باشم. خواهش میکنم. نه خیر،
یعنی شما حق دارید هر اعتراضی داشته باشید، نقدی داشته باشید، به روی چشم ما قبولش میکنیم. زنده باشید برادر عزیز. تشکر استاد قن وقتتان خوش. سلامت باشید. سلامت باشین. الله مطلع فسن. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله. آقای انصاری، من یه سوالی داشتم از شما. این روایتی که از صحیح بخاری آمده است آیا صحیح است یا نادرست؟ کدوم روایت؟ روایت این است که خدا جوان موفرفری است. در کجای بخاری اومده؟ بخونیدم این رو. نمیدونم، خیلی میگفتن که خدا جوان موفرفری. بخونید در کجای بخاری آمده، بخونید. بخونید در کجای بخاری است. بخونید در کدام، بخونید روایت رو، بخونید در کجای بخاری است. همچین روایتی در بخاری نیست. همچین روایتی در بخاری نیست. وجود نداره نه؟ نه. خیلی ممنون، متشکر. تشکر از شما. سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم استاد، خوب؟ سلامت باشید، زنده باشید، بفرمایید. استاد یک سوال داشتم. بفرمایید. 2 ماه میشه پدرم فوت شده، همیشه در خواب ما میاد، بعد از فوتش همیشه در خواب ما میاد که میگم من زنده هستم. میخواستم امو را پرسان کنم، چندین بار در خواب ما آمده، گفتم امو را پرسان کنم، میگه که من زنده هستم. باز من گفتم که شاید مثل در خواب ما بگه، بعضی گفتن شاید شهید شده باشه، گفتن از اون خاطر قدر جدی نگرفتین. بعدا تقریبا 40 روز بعد، 45 روز بعد دوباره در خواب یک موی سفید، یک لباس سفید داره، میگه که پدر زنده است. میگه همون قسم یک گپ میزنه. باز من خیلی وضعیتم خراب شد، با دعا کرد پیش خداوند، گفتم اگه واقعا زنده است یک بار دیگه هم در خوابم بیاید. با دیشب در خواب خواهرم آمده بود، همون خواستم پرسان کنم یعنی چی مشوره بیتین؟ درست، چشم، در این مورد صحبت میکنم. زنده باشید. ببینید، دیدن پدر و مادری که فوت کرده باشن در خواب و اگر در هیئت خوب، در حالت خوب دیده باشید، به معنی این است ان شاء الله، الله اعلم، الله سبحانه و تعالی بهتر میداند که الله سبحانه و تعالی ایشان را مورد مغفرت قرار داده است و در بهشت هستند، آرام هستند. اگر درخواستی، طلبی یا در حالت پریشانی یا ناراحتی دیدید، این رو به یاد داشته باشید که شما به عنوان فرزندان پدرتان، شما خواهرتان اگر خواهر برادر دیگری دارید، برای آنها می توانید که اعمال نیک و شایسته ای انجام بدهید که درجات آنها در بهشت در نزد الله سبحانه و تعالی بالا برود. و یا حتی این که اگر گرفتار عذابی، گرفتار به خاطر اعمالشان یا هر چیزی که بوده هستند، الله سبحانه و تعالی اونها را از اون حالت نجات بدهد. در حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الا من ثلاث. وقتی که یک انسان میمیرد، دفتر اعمالش بسته می شود. یعنی چی؟ یعنی دیگر نمیتواند که در این دنیا هیچ کار خوبی انجام بدهد. مرد، خلاص، تمام شد، رفت. نه دیگه میتواند نماز بخواند، نمیتواند دیگه روزه بگیرد، حج بکند، هیچ کار. اما فرزندانش در 3 حالت میتوانند به او نفع برسانند. اول این که صدقه جاریه. مثلا پدرتان پولی، میراثی، چیزی به جای گذاشته است، ای کاش در زندگی خودشان انسانها این کار رو بکنن. مثلا امروز من قبل از اینکه از این دنیا بروم، بیایم مثلا مکتبی درست کنم، مدرسه‌ای درست کنم، بیمارستانی درست کنم، پل درست کنم، خیابان درست بکنم، یک چیزی که مردم از او همیشه استفاده بکنن. اینو بهش میگن صدقه جاریه.
یا علمی که مردم از او استفاده بکنن، مثلا یک کتابی بنویسد در علمی که دارد. البته یعنی حتما نباید که کتاب در علم شرعی باشد، میتواند در علوم عصری، در طب، در هندسه، در هر چیزی که مردم از او استفاده بکنن، بشریت از او استفاده بکنن، این یک صدقه جاری است. تا وقتی که این علم هست در دنیا، ثوابش برای منی که از دنیا رفته هم میرسد. به طور مثال امروز من از دنیا رفتم، در این یوتیوب به طور مثال برنامه هایی هست در مورد مسائل مختلف دینی. تا روز قیامت کسانی که این کلیپ ها را ببینن، این برنامه را ببینن، در اونا تغییر ایجاد شود، سبب هدایتشان شود، اجر و پاداش من ولو بعد از مرگ برای من در نامه اعمال من اضافه می شود. امام بخاری صحیح بخاری را نوشته است، امام مسلم، علما، نویسندگان مختلف مسلمان. تا روزی که کتابهایشان رو ما استفاده می کنیم، مثلا امشب بعد از برنامه من رفتم کتاب بخاری رو باز کردم، یکی از احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم رو خواندم و این حدیث در اخلاق من، رفتار من تاثیر گذاشت. اجر و پاداش عملی رو که من به وسیله آموختن این حدیث انجام میدم، یک کاپیش در نامه اعمال امام بخاری نوشته می شود. پس گفتیم صدقه جاریه و علم ینتفع به، علمی که از اون استفاده شود، و ولد صالح یدعو له، فرزند صالحی که برای پدر و مادرش دعا بکند. یعنی شما هر نمازی که میخوانید، خاصتا در سجده های نماز، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که در سجده های نماز زیاد دعا بکنید. چرا؟ نزدیکترین حالتی که انسان به الله سبحانه و تعالی قرار دارد وقتی است که انسان در سجده کردن است. در سجده تان دعا بکنید برایشان، بارالها پدر و مادر من را بیامرز، بارالها از سر تقصیرات آنها بگذر، بارالها آنها را به مراتب بالای جنت برسان. دعای معروفی است که در قرآن رب اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات. دعا کردن برای پدر و مادر از جمله دعاهایی هست که، اعمالی هست که نتیجه آن به پدر و مادر میرسد. مثلا پدرتان، مادرتان زحمت کشیدن، شما رفتید درس خواندید، قرآن حفظ کردید، مثلا یک عملی که اصلا ما بهش توجه نمی کنیم. مادرت برای تو غذا پخت، لباس تو شست، آماده کرد، پدرت کار کرد، زحمت کشید، برات لباس خرید، کفش خرید، پول خرج تعلیم تو رو آماده کرد، برای تو داد، تو رفتی قرآن خواندی، علم آموختی، دکتر شدی، مهندس شدی، قاری قرآن شدی. هر آیه قرآنی رو که سبب حفظ کردنش همان آمادگی هایی بود که پدر و مادر تو گرفته بودند، یک کاپیش برای آنها میرسد. پس بعد از تلاوت هر آیه قرآنی، هر سوره قرآنی، هر جزء قرآنی، برایشان دعا بکنید. بالراها پدر و مادر من زحمت کشیدن و سبب شدن که من قرآن کریم را یاد بگیرم و امروز به این آسانی دارم میخوانم. بارلاها آنها را از این اجر و پاداش بی نصیب نگردان. دکتر شدی، طرف اصلا عالم دین نشد، دکتر شد. همین پدر و مادر زحمت کشیدن، پدر رفت صبح تا شام کار کرد، تو امروز شدی دکتر یا به اصطلاح افغانی دکتر. امروز در یک بیمارستانی کار میکنی، یک مطب خاص داری یا به اصطلاح افغانی یک معاینه خانه خاص داری. یک روزی در هفته را، مثلا روز دوشنبه، روزهای مبارک هفته است در نزد مسلمان ها، یا روز پنجشنبه، یک روز در هفته را اختصاص بده که 5 مریض محتاج را بدون ویزیت، یعنی بدون پول معاینه، شما معاینه بکن. هیچ تأثیری در اقتصاد زندگی تو نخواهد داشت، بلکه برکت زندگی تو را بیشتر خواهد کرد، برکت مال و دارایی تو را بیشتر خواهد کرد. من دکتری رو میشناسم، بگذارید اسمشم برایتان بگم، طارق بن لادن، برادر همان اسامه بن لادن که در افغانستان
بود، همه میشناسن. او بود که رفت در افغانستان در جاده، اونا خانوادهش اینا اصلا ربطی به او ندارن. برادرش یکی از بزرگترین بیمارستان‌های خصوصی را در مدینه منوره دارد. کسانی که در مدینه زندگی کردند به نام بیمارستان طارق بن لادن که بعداً به نام بیمارستان رحمت یا الرحمه معروف شد. این انسان هفته 2 روز، دوشنبه ها و پنجشنبه ها همه ویزیت ها مجانی است، لابراتوار مجانی است، انسان هایی که محتاج هستند، عملیات جراحی، لابراتوار، معاینه، همه چیزش مجانی است. 2 روز در هفته. باور بکنید که شما مثلا بیمارستان های خصوصی رو در روزهای دیگر هفته بروید، مثلا روز سه‌شنبه، و بروید در روز سه‌شنبه بیمارستان رحمت رو هم ببینید، نوبت نیست. چرا؟ برکت است. در 2 روز در هفته همه بیماران را مجانی معاینه میکنن. تویی که امروز دکتر شدی، طبیب شدی، 1 روز در هفته یا اصلا 1 نفر رو در هفته بدون پول معاینه بکن. بگو بارالله من این بیمار را مستمند بود، محتاج بود، فقیر بود، به خاطر تو، به خاطر رضای تو یا رب این رو معاینه کردم، تو اجر و پاداش این را برای پدر و مادرم که زحمت کشیدن و من رو به این جا رساندن قرار بده. مهندس هستی، مأمور هستی، در هر جایی که حتی راننده هستی، حتی رفتگر خیابان هستی، در هر وظیفه ای که فکر بکنی در جامعه هستی، می توانی که برای پدر و مادرت اجر و پاداش کسب بکنی. شما می دانید در حدیث می فرماید که خداوند به طرف این انسان نگاه نمی کند و شفاعت او را قبول نمی کند و او را تزکیه نمی کند، او را وارد بهش نمی کند، کسی که پدر و مادرش را لعنت بکند. گفتن یا رسول الله مگر کسی هست که پدر و مادر خودش را لعنت بکند؟ فرمودن که کاری می کند که مردم پدر و مادر او را لعنت بکنند. امروز میری در یک اداره‌ای، یک مأموری نشسته است اونجا، دوسیه شما رو میگیره نگاه میکنه، والله اینش کم است، اینش زیاد است، فلان است، این است، بد اخلاقی میکنه، شما رو اذیت میکنه. شما این دوسیه رو از دستش میگیرید، خارج میشید، میگید بر پدر و مادرت لعنت. بی اختیار انسان این عصبانی که شد میگه، گرچه مومن نباید انسان لعان باشه، انسان طعن کننده و لعن کننده و فحش دهنده باشه، اما انسان وقتی که بهش ظلم میشه میگه این رو. الان این مأمور، این کارمند سبب شد که پدر و مادرش لعنت بشه یا نشد؟ شد. یک کارمند دیگری رو مقایسه میکنیم، میرید در اونجا، دوسیه رو میدید بهش، نگاه میکنه، خب حالا یک اشکالی داره، عریضه رو صحیح ننوشتید، یک ورقی رو فتوکاپی نکردید، یک جای ناقصی وجود داره، میگه مشکل نیست، به جایی که تو رو بفرسته که مثلا برو دوباره این رو فتوکاپی بکن، فردا بیا دوباره مثلا چیز بگیر، اپایمنت بگیر فلان، میاد همین مشکل شما رو حل میکنه. مشکل جدی نیست، یعنی چیزی کار غیر قانونی نیست، مشکل شما رو حل میکنه. میگه برادر این دوسیه شما یک مشکلی داره اما مشکل نیست، من این رو حل میکنم. اصلا پشت سرش ماشین فتوکاپی است. خیلی از اداره رفتی پشت سرش ماشین فتوکاپی است، میگه خب برادر الان من به خاطر فتوکاپی این پاسپورتم یا شناسنامه‌ام برم مثلا بیرون از اداره، دوباره تو صف وایسم بیا، میگه به من مربوط نیست، برو کارتو انجام بده. دیگری چیکار میکنه؟ میگه اشکال نداره بده من. فتوکاپی میکنه میده به دستتون، مشکل شما رو حل میکنه. شما یک تبسمی میکنه اصلا به طرف شما، بفرمایید برادر خوبه، کارتون رو که انجام داد. شما چی میگه؟ خدا پدر و مادرتو بیامرزه، رحمت به پدر و مادرت که چنین اولاد صالحی تربیت کرده. خیلی آسان است. چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند صدقه ابتسامتک فی وجه اخیک صدقه. شما از خونه خارج میشید، یک راننده اتوبوسی سوار میشید، قبل از اینکه شما سلام بدید، سلام خوش آمدید، یک تبسمی میکنه، میرید رو صندلی میشین، خدا پدر مادرتو بیامرزه، چه فرزند خوبی تربیت کرده. یک راننده دیگری که مثلا شما رو که مجبور است ببره اما بد اخلاقی میکنه، فحش میده، اذیت میکنه،
از ماشین پیاده میشید میگید بر پدر و مادرت لعنت با این تربیتی که تو شدی. ببینید ما میتونیم برای پدر و مادرمان، برای عزیزانمون بعد از مرگشون فقط با اخلاقمون ثواب جمع بکنیم. اون که میگه رحمت بر پدر و مادری که چنین فرزندی تربیت کرده، مقام اونها در جنت یک درجه بالاتر میشه. میگن میان ملائکه میگن به فلانی که ای فلان ابن فلان بلند شو که تو یک طبقه بالاتر از بهشت رو میبریم. میگه من که الان اینجام کاری نکردم، چطور من رو میخواید یک طبقه بالاتر ببرید، یک درجه بالاتر ببرید؟ میگن به خاطر دعای فرزندت، به خاطر اعمال نیک فرزندت. نیاز دارن وقتی که در خواب شما میان، شاید به دعای شما نیاز دارن و این دعا کمترین کاری است که یک فرزند میتواند بکند و ثواب این مستقیما برای پدر و مادر میرسد. پس این رو هیچ وقت فراموش نکنید که شما با کوچکترین عمل خیری که انجام میدهید میتوانید مرتبه پدر و مادرتان را در جنت بالا ببرید و این نیست برای هیچ کسی الا کسی که فرزند صالح داشته باشد. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه و ولد صالح یدعو له، فرزند صالحی که برای پدر و مادرش چیکار بکند؟ دعا بکند. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. خب در ابتدا شما بخیر، انشاءالله که صحتمند باشین. سلامت باشید. بابا کسی که وقت دین یک جار سپاس. سلامت باشید. یک به عنوان یک جوان در این امت یک پیام کوتاه دارم در حد 1 و 2 دقیقه، اگر اجازه تان باشه من پیام خدا بگم. بفرمایید، برنامه خودتان است برادر عزیز. بسیار تشکر از شما. پیام من این است که جوانای عزیز، دوستای عزیز، کسایی که صدای مرا میشنوین، ببینین در عصر قرار داریم که آخر الزمان است. آخر الزمان اکثر علامات آخر الزمان یا قیامت که از حضور یافته یا ای که دیده شده و تنها چند عدد از علامات کبرای قیامت یا بزرگ قیامت مانده که ما و شما ببینیم. در عصر کنونی مهمترین چیز به خاطر یک جوان و برای یک مؤمن که کسی که ادعای ایمان میکنه این است که به فکر خودسازی باشه. در ابتدا به فکر خودسازی باشه. یعنی چی؟ یعنی که اول از نفس خودش مطمئن باشه. چرا؟ چون که الله متعال میفرماید ان الله لا یغیر ما بنفسه حتی یغیر ما بانفسهم. الله متعال در هیچ قوم تغییر ایجاد نمیکنه مگر اینکه در نفسای خود اونا تغییر ایجاد کنن. پس مهمترین چیز و بهترین چیز در ابتدایی است که ما در خود تغییر ایجاد کنیم. وقتی در خود تغییر را یافتیم، شناخت یافتیم و او معنویت را در خود یافتیم، او وقت است که دعای ما و شما اثر میکنه. او وقت است که در امت تغییر مییابد. چرا؟ چون وقتی که انسان در خود تغییر ایجاد کرد، حرف انسان برای یک برادر ما، برای یک خواهر ما، هر کسی که بگوییم تأثیر میکنه، مثل که حرف نبی صلی الله علیه وسلم تأثیر میکنه. و همچنان یک پیام با علمای اسلامی دارم، کسایی که ادعای ازی دارن، هر کسی که ادعای ازی داره که فهمی از دین داره، حتی از یک بخش کوچکش، یک توصیه که کوتاه ما این است که الله متعال و به طریقی وحی و نبی خود فرموده که ما و شما ایمان داریم که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده العلماء ورثه الانبیا، یعنی که علما وارثین انبیا هستند. وقتی که شما به عنوان وارثین انبیا تعیین شدن، هر کسی که ادعای علم میکنه باید که طریقه صحبت، طریقه دعوت و طریقه فهماندن مسائل درست بفهمیم. اخیراً ما و شما شاهد هستیم که در رسانه ها خیلی پیچیده فضای این که یکی دیگر را بد میگه، یکی دیگر را تکفیر میکنه و فلان. در عصر کنونی و در آخر الزمان ما شما ذکر کردیم فتنه ها به همین اندازه زیاد میشه که حتی علما به فکر تخریب یکدیگر هستند. کوشش کنیم که ما و شما هر کدام ما و شما در جای خود به فکر خودسازی باشیم. اگر عالم هستیم اول در خود خلاهای خود را پر کنیم، بعد از او به طریقی که سلوک و نبی صلی الله علیه و سلم است و در او روش تاکید شده به همون طریق ما و شما دعوت خود را پیش ببریم، صحبت خود را پیش ببریم تا اینکه امت ما و شما بیداری حاصل بشه و تا اینکه بعد از اینکه بیداری حاصل شد یک تعهد و یک وحدت بین امت ایجاد بشه که امت مثل که صاحب
خلافت بود در گذشته، صاحب یک وحدت شود که بعد از اون ما و شما امت بتونیم که در مقابل کفر یهود و نصارا از خود جواب داشته باشیم. تنها همین پیام داشتم، انشاءالله که صحتمند باشین شما و بسیار تشکر بابت از اینکه وقت دادین. جهان سپاس از شما، جزاکم الله خیرا. زنده باشید برادر عزیز، الله متعارف کنه. تشکر بسیار زیاد. شب شما خوش. الله نگهدار. برادر عزیزمون نکته خیلی مهم رو اشاره کردن که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. ما امروز خیلی از ماها انتقاد کردن ما خیلی آزاد، علما اینطورین، حکومت ها اینطورین، فلانی ها اینطورین. یک بار نگاه نمی کنیم که خود ما چی هستیم. یک جامعه از من و تو تشکیل می شود، یک حکومت از من و تو تشکیل می شود. امروز کسانی که در رأس حکومت های ما هستند، تنها افغانستان نه، همه دنیا، کسانی هستند که از بین ما هستند، از مریخ که نیامدن، از مشتری و زحل که نیامدن، فرزندان ما هستند، برادران ما، پدران ما هستند، تربیت شده همین جامعه هستند. ما اگر بخوایم که یک جامعه خوب داشته باشیم، من خودم رو باید اصلاح بکنم، خانواده خودم رو اصلاح بکنم، دور و برم را اصلاح بکنم. چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم این همه به ما امر کردن که امر به معروف و نهی از منکر بکنیم؟ چرا در قرآن کریم الله سبحانه و تعالی یکی از ویژگی های خاص امت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که ما رو بهترین امت ها قرار داده است رو چی نشان میداد؟ امر به معروف و نهی از کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. آیا ما امروز در یک عروسی میریم، از قوم و خویش ما، دوست و رفیق ما یک منکری رو میبینیم، جرأت داریم که تذکر بدیم، انکار بکنیم؟ نه، چی میگیم؟ ناراحت میشه. در بین خواهر، برادر، قوم و خویش یک منکری رو میبینیم، آیا جرأت داریم که اصلاح بکنیم؟ میگیم نه، ناراحت میشه. پس ما امروز این وظیفه خودمون رو فراموش کردیم، وظیفه‌ای که اگر ترکش بکنیم سبب میشود که ما بهترین امت نه که بدترین امت شویم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که عذاب میاد و فلان میاد و جامعه رو از بین میبره و ما این عذاب‌ها رو دیدیم. روس‌ها آمدن، افغانستان جنگ شد، جنگ‌های داخلی شد، آمریکا آمد، جنگ. چه بدبختی‌هایی که سر مردم افغانستان نیامد. روس‌ها رو کی آورد؟ از عثمان که خودشان نیامدن، افغان‌های خود ما آوردن. ببرک کارمن، رفیع الامین، نورمحمد ترکی، عنایت راتبزاد، طاهر بدخشی، سران حزب کمونیست افغانستان، مگر اینا از یک سیاره و کوکب دیگر آمده بودن؟ نه، فرزندان خود ما بودن، از همین جامعه بودن، پشتون بودن، تاجیک بودن، هزاره بودن، ازبک بودن، از هر قوم بودن در بیتشان. آمریکایی‌ها رو کی آورد؟ خود ما آوردیم، از همین جامعه بودن، رفتن در بن. همین عبدالله بود، یونس قانونی بود، نمیدونم کی فلان و علام بود، عبدالله بود، همینا بودن، رفتن امضا کردن معاهده بن با آمریکا، گفتن اهلا و سهلا بفرمایید. طالبا کیا هستن؟ این احزاب هفتگانه و هشتگانه و اینها کیا هستن؟ هیچ کدامشان مخلوقات فضایی که نیستن، از همین جامعه هستن، در همین جامعه بزرگ شدن، در همین جامعه تربیت شدن. من در یک صحبت گفتم هر حزبی برای خودش یک دارالفتاء داشت، هر حزبی در کنارش یک مفتی داشت و هر حزبی به نفع رهبر حزب خودش فتوا میداد. علما در هر حزب به خاطر خدا فتوا نمیدادن. مثلا اگر حکمتیار هر کاری میکرد، دارالفتاء حزب اسلامی میگفت درست است. چرا؟ چون دارالفتاء حزب اسلامی در خدمت الله و رسول نبود، در خدمت حکمتیار بود. دارالفتاء جمعیت اسلامی در خدمت ربانی بود، در خدمت خدا و رسول که نبود. دارالفتاء سیاف در خدمت سیاف بود، در خدمت الله و رسول که نبود. امر معروف و نهی از منکر به خاطر الله نبود. به خاطر همین هر کدام اینا رو خود ما فرعون ساختیم.
مگر برادران خودمان را به خاطر ازبک بودن، هزاره بودن، پشتون بودن، تاجیک بودن نکشتیم؟ خدا گفته بود، پیغمبر گفته بود، دین گفته بود، مذهب گفته بود؟ نه. پس جامعه که به طرف جهل، نادانی، من اصلاح نشوم، خانواده من اصلاح نشود، دوروبر من اصلاح نشود، جامعه اصلاح نشود، حاکم مصلح و صالح از کجا بیاید؟ این معنی حدیثی است که برادر عزیزمان ذکر کردن که وقتی که میخواهید اگر که جامعهتان اصلاح شود، حکومتتان اصلاح شود، خودتان را اصلاح بکنید. تا شما در خودتان تغییر ایجاد نکنید، در جامعه تغییر ایجاد نمی شود. ببینید امروز در غرب سینما، بالیوود، کانال های تلویزیونی، مجلات، روزنامه ها، سایت های اینترنتی، این اپلیکیشن ها، همه اینها دست به دست هم میدن، در یک جامعه یک فرهنگی رو نهادینه میکنن، ولو اینکه باطل است، ولو اینکه به اونش کار نداریم. ما هم امروز همان صفات و ویژگی های خوبی که 1400 سال پیش در دین ما توسط الله سبحانه و تعالی، ذاتی که ما رو خلق کرده، قوانین الهی به اندازه زیبا و قابل اجرا هست در هر زمان و در هر مکان، چون از طرف ذاتی آمده که عالم الغیب است، همه در همه زمانها، در همه مکانها قابل اجرا هست، چون اون میدانه که قانونی رو فرستاده برای ما که هم در قرن اول هجری قابل اجرا بوده و هم امروز قابل اجرا هست و 1,000,000 سال بعدم قابل اجرا خواهد بود. این نکته خیلی مهمی است که باید در نظر داشته باشیم. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم استاد انصاری. علیکم السلام و رحمت الله. استاد جان حقیقت سوال داشتم گفتم از شما بپرسم. بفرمایید. زبی الله هستم از افغانستان، فعلا به ایران زندگی میکنم و همزمان کارم به ایرانه. بفرمایید زبی الله جان برادر. من نگهبان و کسی از موظف هستم که نگهداری و سرایداری یک سویت مبله در اختیار منه، یعنی مهمان میره و من باید این سویت ها رو آماده کنم و تمیز کنم و حداقل در و باز و بسته برای مهمانایی که میاین این کار انجام بدم. بعد در انتخاب مسافر یا مهمانی که میای اینجا قرار میگیره، من هیچ دخالتی ندارم که کدام مسافر رو بگم تو بیا تو نیا، یا این مسافر بیا این نیا. بعدم در لابلای مسافرها کسایی هست که حقیقتا بگم ندانستن عیب نیست، سوال نپرسیدن عیبه. بله. کسایی میاین که حقیقتا یا سیغه هن یا دوست دختر دوست پسرن، بعد از اون که وظیفه باز کردن در و بسته کردن و تحویل دادن اتاقه، آیا اگر اونا عمل زنا رو انجام بدن در گناه اونا من شریک میشم یا نه؟ بخاطر من چند بار تصمیم گرفتم این کار ترک بکنم برم سر کار دیگه، ولی باز فکر کردم من فقط نگهبانم در این کار که مسافر رو من انتخاب نمی کنم. آیا به نظر شما در عملی که اونا مرتکب میشم، حالا هر عملی زنای نیه، من هم شریکم یا نه؟ لطف میکنیم برای ما پاسخی چشم. خیلی وقت تماس میگیرم، من پشت سر نمیشه از شما بپرسم. چشم جواب خواهم داد. تشکر از تماس شما. زنده باشیم. خیلی ممنون جان. خدا برای شما و همه اعضای تیم شما خیر بده. سلامت باشید. تشکر شما. ببینید مادامی که شما در انتخاب مسافر یا مشتریانی که به اونجا میان نقش ندارید و این مکان در اصل برای فحشا و زنا و عمل غیر اخلاقی و گناه آماده نشده، هتل است، مهمانخانه است و اصل هدف از ساختنش این نیست که مثلا زمینه زنا و فحشا و منکرات رو برای انسان‌ها مهیا بکنه و شما هم نقشی در انتخاب مشتریان ندارید، به این دلیل شما گناهکار نیستید. این اولا. ثانیاً شما وظیفه تجسس رو هم ندارید که مثلا حتما باید بپرسید که این طرف مثلا زنش هست نیست، صیغه‌ای است، دوست دخترش هست، فلان است. یک مسلمان نباید که در این مسائل اصلا تجسس بکنه. الله سبحانه و تعالی میگه ولا تجسسوا،
جاسوسی انسان نباید بکنه کی است، برای چی اومده. ثانیاً اگر که شما می توانید در اصلاح این مسئله مثلا با صاحب کارتون صحبت بکنید که طبیعتاً کسایی رو که خیلی از هتل ها هست، مهمانخانه ها هست، وقتی که یک دختر و پسری برن میگن شما کی هستید، چی هستید، مثلا اگر ایشون مثلا همسر شما هست، مدرکی چیزی باید داشته باشید. این رو بعضیا میپرسن و اگر میتونه این رو بپرسه که جلوی این اعمال گرفته بشه فبها این کار رو بکنید. یا این که میبینید که نه، شما به یک شکلی دارید مثلا در زمینه این عمل زشتی که اینا انجام میدن احساس آرامش نمی کنید، شغلتون رو عوض بکنید، به کار دیگری مشغول بشید که از این مسائل دور باشه. چون که الله سبحانه و تعالی میفرماید ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، شما در گناه و دشمنی و عداوت همکاری نکنید. به طور مثال یک کسی میخواد که عمل زنایی انجام بده، طرف مثلا میدونه که این میخواد یک گناهی رو انجام بده، تو براش خونه ای رو مثلا کرایه بدی، این گناه هست، چون شما این زمینه زنا رو آماده کردی. اگر شما این زمینه زنا رو آماده نمی کردی شاید جای دیگری پیدا نمی کرد. به همین دلیل انسان سعی و تلاشش بر این باشه که در جایی که کار میکنه تا حد امکان از گناه و منکرات دور بشه. اول که خدمتتون عرض کردم مادامی که شما اونجا نقشی ندارید در انتخاب مشتری، گناهی بر شما مترتب نمیشه و وظیفه شما هم این نیست که بپرسید، جاسوسی بکنید کی است، چی است، برای چی آمده است. مادامی که عادی کسی میاد برای کرایه گرفتن اینجا و شما هم نقشی ندارید در انتخاب مشتری، این رو دیگه شما حق ندارید در موردش تجسس بکنید. حدیثی صحیح از رسول الله صلی الله علیه و سلم است. این رو به شکل عموم میگم، هم به شما و هم به همه عزیزانی که دچار همچین مشکلاتی هستن. در هر جایی که احساس کردید، الله متعال میفرماید بل الانسان علی نفسه بصیر، انسان خودش بینای نفس خودش هست. شما وقتی یک کاری که دلت، قلبت، روحت آرام نباشه، حتما این یک احساس فطری است که روح انسان داره، حتما در این کار یک مشکلی هست، یک فی وجود داره به قول مردم. سعی کنید عوضش بکنید. و این که مثلا این رو رها بکنم، کار دیگری پیدا نمی کنم، گرسنه میمانم، بی پول میمانم، این اصلا جایی در دین ندارد. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که این وعده الهی است. کسی که برای الله چیزی رو ترک کرد، الله متعال بهتر از آن را نصیبش میکند. این رو یقین داشته باشید. و الله متعال چه میفرماید؟ و من یتق الله یجعل له مخرجا، کسی که تقوای الهی پیشه کرد، الله متعال برای او راهی را میگشاید. و یرزقه من حیث لا یحتسب، و از جایی به او روزی میدهد که اصلا فکرش هم نکرده است. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، کسی که بر الله توکل بکند الله برای او کافی است. بیننده من سوالات رو میدیدم، نوشته بودن که قبل از رمضان تابعیت گرفتن در آلمان همچین قانونی وجود نداشته. این قانون اتفاقا بعد از همین جریان غزه، بعد از 7 اکتبر که در غزه این عملیات 7 اکتبر رخ داد، بعد از این قانون تصویب شد در آلمان. بیننده نوشتن که در تاجیکستان میراث پدر و مادر به فرزند کوچیکی که در خانواده هست میرسه و بقیه محروم میشن. اینو من در یک برنامه مفصل صحبت کردم. هیچ پدر و مادری همچین حقی رو نداره که میراثش رو وصیت بکنه که به فلان بچه‌م، چه کوچیک باشه چه بزرگ باشه. بعضی چی میگن؟ والا این پسرم من رو نگه داشته، خدمت من رو کرده، در خونهش بودم، این مستحق میراث من است، بقیه نه. اینم غلط است. چه پسری خدمت کرده چه نکرده، هر کسی که است، این وصیت کردن در میراث این حق انسان نیست. حق نداری تو در مسئله میراث وصیت بکنی که به این بدید به این ندید.
نه، این رو حاکم، اینو قاضی، اینو شریعت تقسیم میکنه و الله سبحانه و تعالی کسانی که میراث میگیرن از یک کسی که وفات میکنه رو در قرآن کریم واضح و آشکار بیان کرده و این جزء عادات و تقالید مردم است، ربطی به اسلام ندارد. و در صحبتی هم بیان کرده بودم که کسانی که این کار رو میکنن این گناه کبیر است، خوردن حق یک مسلمان بر باطل است، ولو اینکه فرزندت باشه، چون وقتی که تو از دنیا رفتی این مال و دارایی که از تو میماند این حق تو نیست، حق وارثین است و تو حق نداری که در حق آنها تصرف بکنی که بگی که مثلا فلانی بگیرد و فلانی نگیرد. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بله بفرمایید. سلامت باشید، الله متعال حفظتون کنه. بفرمایید. من برنامه شما رو چندین سال دارم نگاه میکنم و بسنده یک بخشی تماس گرفته بود و اصلا دارید درباره علما وقتا درباره اون حرف بزنید آقا منظور و مورد عبدالحمید بود و من میخواستم شما حرفایی که زدید اینا میخوان اختلاف ایجاد بکنن و شما جوابی رو به صورتی بگیم که اینا استفاده نکنن. چشم، نه متوجه اینا هستم، متوجه این گونه تماس ها هستم برادر هست. اینا تماس گرفتن تا اختلاف بکنن و چون پروژه دولتی که مولوی عبدالحمید رو برنامه بکنن با این کلماتی که شهید محمدن واقعی سلیمانی و تبریک گفتن به رئیس جمهور و مولوی عبدالحمید که ریاست جمهوری تبریک گفتن که ادامهش سوالات و چالش‌هایی برای رئیس جمهور گذاشتن، اونا رو چرا نمی‌بینن؟ فقط میان برای بدنام کردن و اختلاف انداختن برای بین علما و حضور بودن و حرفایی که از شما در بیارن و پخش بکنن و بقیه رو نسبت به شما و بقیه بدبین بکنن. درست میدونم متوجه هستم. در صحبت بکنید که بریچه از برنامه شما بیشتر استفاده بکنید. بسیار خوب، زنده باشید، سلامت باشید. ببینید من عادتا این گونه صحبت ها رو پاسخ هم نمیدم، در موردش صحبت هم نمی کنم. ما یک سری مسائل دینی است، مسائل شرعی است. در مسائل شرعی ما با هیچ کس رو درواسی نداریم، در اصول و ثوابت دین با هیچ کس رو درواسی نداریم که جناب ملا فلان باشه یا جناب شیخ الاسلام فلان باشه یا جناب مولانا فلان باشه. کسی که از اصول و ثوابت دین و از قرآن و سنت دوری میکنه موقف ما واضح است، با هیچ کس هم رو درواسی نداریم. الله سبحانه و تعالی حتی خطاب به پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که ای محمد، ای حبیب من، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین. ای محمد، تو خاتم الانبیا هستی، حبیب من هستی، جایگاه منزل تو، لکن اگر تو هم شرک بیاری اعمالت نابود میشه، از جمله زیانکاران میشی. این فرض محال هست، امکان نداره که رسول الله صلی الله علیه و سلم مرتکب شرک بشن یا که شرک بیارن. اما الله متعال مثال رو میزنه که یعنی هیچ کس در مسائل اصول و ثوابت دین مستثنا نیست، هر کسی میخواد باشه. صحبت جالبی بود از مولانا عبدالحمید، الله سبحانه و تعالی حفظشون بکنه، که گفتن ما اداره مدارسمون رو نه در زمان جمهوری اسلامی نه بعد از جمهوری اسلامی به دست شما نمیدیم. زمانی که دولت ایران میخواست تنظیم مدارس دینی اهل سنت رو قانونش رو اندازی کرده بود، گفتن که ما مسائل دنیایی رو دست شما دادیم، به این حال و روز رساندین ما رو، و ما هرگز اداره مدارس دینیمون رو که مسئله آخرتمون، دینمون، اعتقادمون، ایمانمون مطرح است دست شما نمیدیم. این ببینید این رد از یک انسان حکیمی است که اصول و ثوابت و اسس دین براش مهم هست. در مسائل اعتقادی و در مسائل دین هیچ عالمی
و خاصتا علمای اهل سنت در بلوچستان واقعا شهید دادن، زندان رفتن، مشکلات و گرفتاری های که تا امروز هم ادامه دارد، اما هیچ وقت یک قدم از اصول و ثوابت دین عقب نرفتن و این قابل قدر است. اما در مورد مولانا عبدالحمید الله متعال حفظش بکنه، ایشان نه تنها رهبر دینی جامعه اهل سنت هستند، به عنوان یک رهبر سیاسی جامعه هم در اونجا مطرح هستند. وقتی که در مسائل سیاسی یک رهبر سیاسی صحبت میکنه، یک سری مجاملات وجود داره در سیاست، یک سری مصلحت ها وجود داره در سیاست، یک سری مسائل ریز و درشتی وجود داره در سیاست که یک سیاستمدار، یک رهبر جامعه اون رو در نظر میگیره. رهبریت یک جامعه فقط این نیست که شما بیا بگو که من چون که حضرت مولانا هستم، شیخ الاسلام هستم و خلاص آنچه که در فلان کتاب نوشته بدون در نظر گرفتن کوچکترین شرح و تفسیر و مصلحتی این رو باید این گونه پیاده بکنیم. بعد این شخص در موقعیتی که مولانا عبدالحمید وجود داره نمیتونه قیادت یک جامعه ای رو به دست بگیره. همین است که خیلی از رهبران، خیلی از بزرگان بعضی از جامعه رو به بدبختی، به شکست، به دربدری میدن به خاطر همین مواقفی که خالی از حکمت و مصلحت و خیلی از مسائل دیگری است که در سیاست در نظر گرفته میشه. ایشان هم رهبر دینی اهل سنت هستن و هم رهبر سیاسی اهل سنت هستن. اگر در همه ایران نباشن، حداقل در منطقه بلوچستان که دیگه این کاملا هویدا و آشکار است. به خاطر بعضی از مواقف و بعضی از صحبت هایی که حالا در حد یک مجامله سیاسی است، طرف رفته در دانمارک و هلند و آلمان و بلژیک و سوئیس نشسته، از اونجا آی فلانی کافر است، فلانی مرتد است، چی شده؟ تبریک گفته ریاست جمهوری فلانی رو. بابا تو اگر در اونجا می بودی از ترس رفع الیدین نمی کردی، از ترس آمین به جهر نمی گفتی، از ترس شاید در بعضی از مناطق سنی بودن خودت هم آشکار نمی کردی. تو رفتی در اونجا نشستی آی مولانا عبدالحمید اینجوری اونجوری فلان علانه. این انسان هایی هستن که نه از دین میفهمن، نه از مسائل مصلحت جامعه اهل سنت میفهمن. یک انسان های خشکمغزی هستن که یک سری مطالب رو گرفتن، خلاص بر اساس همون چپ و راست همه رو کافر و فاسق و مرتد و فلان میکنن، در حالی که بر اساس همون حرفایی که خودش میزنه و اعتقادی که خودش بیان میکنه، بر چه اساسی تو میری مثلا در اروپا میشینی و مولانا عبدالحمید و مثلا در ایران میگی که فلان است و علان است؟ خودت بر اساس اعتقاد خودت مرتد و کافر میدونی. بر صورت این مسائلی است که به خاطر همین بعضی اوقات دوستان بعضی سوالاتی که میکنن در بعضی از مسائل، میگم از علمای منطقه خودتون بپرسید یا از علمای کشور خودتون بپرسید، زیرا آنها به اصطلاح همه مسائل ریز و درشت این قضیه رو از ما بهتر درک میکنن، مصلحت شما رو از ما بهتر درک میکنن. امروز اگر قیادت اهل سنت ایران در بلوچستان به دست شخص دیگری غیر از مولانا عبدالحمید می بود، شاید همه اهل سنت رو به کشتن داده بود. و خدماتی که ایشان کردن، مدارسی که در اونجا دایر است و یک انسجام و همبستگی که بین اهل سنت در اونجا وجود دارد و مواقف شجاعانه‌ای که در مقابل حکومت داشتن و هیچ وقت مصالح اولیای اهل سنت رو فدای سیاست و این مسائل نکردن، تا جایی که ما خبر داریم، تا جایی که دیدیم و شنیدیم. ما امیدوار هستیم که الله سبحانه و تعالی شر این حکومت ظالم و ستمگر و مستبد را از سر ملت شریف ایران و خاصتا اهل سنت دور بکنه تا بتونن یک نفس راحتی بکشن. تشکر میکنم از بینندگان عزیز و گرامی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. بله بفرمایید. سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد، همین فرق بین تقیه‌ای که رافضه میکنند و تقیه‌ای که اهل سنت در حالت اکراه میکنند، استاد همین یک روشنی میانداختند، چون که بعضی ها فرق بین نفاق و فرق بین اکراه نمیدن. استاد همین یک روشنی میانداختند. چشم تشکر از شما. من قطع میکنم استاد. تشکر. باشه، سلامت باشید. آنچه که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم بیان کرده این است که یک انسانی در یک موقفی قرار گرفته است که خطر مرگ است، خطر جانی است برای او، در مقابل کفار، در مقابل دشمنان دین، در مقابل کسانی که زندگی و حیات او را تهدید می کنند، مثلا دینش رو پنهان بکنه، اسمش رو پنهان بکنه، علمش رو پنهان بکنه، این اشکالی ندارد مادامی که خطر جانی برای انسان است. بعد از شهادت یاسر و سمیه رضی الله تعالی عنهما، عمار رضی الله تعالی عنه فرزندشان دید کشته شدن پدرش و مادرش و دیگه طاقتش نیامد، داد زد، گفت هر چی که میخواین میگم. گفتن بگو فلان فلان فلان، یک سری حرفایی رو گفت. خبر به رسول الله صلی الله علیه و سلم رسید و ایشان گفتن قلبش مطمئن به ایمان است. برگشت پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم، از اینکه آزاد شد صلی الله علیه و آله و سلم، آمد یا گریه کرد، یا رسول الله من دیگه نتونستم طاقت بیارم، گفتم چیزایی رو که اونا از من میخواستن. و ایشان گفتن که میدانم که قلب تو مطمئن هست به ایمان. و الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم در این مورد صحبت میکنه. این در صورتی است که انسان در حالت خطر جانی براش وجود داره، دیگه میدونه که اگر این کارو نکنه امکان داره که حیاتش رو از دست بده، زندگیش رو از دست بده. بله این جایز است برای انسان. اما آنچه که در دین تشیع است این دقیقاً یک چیز دیگری است، این نفاق است. میگه که 19 دین تقیه، 9 دین تقیه است. در کل اعمالت باید تقیه داشته باشی. در مقابل اهل سنت باید، در مقابل مسلمان ها باید تقیه داشته باشی. مثلا امروز میگم شما برادران مسلمان ما هستید، ما شما همه مسلمانیم فلان، ایج پشت سرتون میگه که نه بابا شما کجا مسلمانید، شما یکی از امامان را قبول نداشته باشید مسلمان نیستید. این فرق میکنه کلا با آنچه که در نزد اهل سنت است. تشکر میکنم برادر است. سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام شما و جمله بیننده‌های خوب. سلامت باشید. تشکر از شما برادر است. شما. سلامت باشید برادر است. جزاکم الله خیرا. برای شما میگم استاد عزیز زحماتی که میکشید، تکلیفی که میکشید، برنامه میکنید. سلامت باشید. باهای خود از ضایع میکنید. میگم بازم الله متعال و شما اجر دارایی نصیب بگرداند. آمین. برای شما هم. سلامت باشید. استاد ما دوست یک هفته است تقریبا که سر و صدای نمیدید. مهاجرین افغان زیاد در ایران چیز است. بله. بسیار زیاد غوغا با پا گرده به صفحات مجازی، خصوصا در توییتر دو و دشنام و بد گفتن و زشت گفتن افغان ایران و ایرانی. نوایی یک حالتی بیخیال بود بسر یک کسی به نام مهدی یک کسی از هزارای ما شما رسید. بله. گردنش از مشم شکستان یک بچه 14-15 ساله را. درست. بله. دیگه غوغا بیخی زیاد شده، به اوج خود رسیده. ما دیگه دو دشنام فحش ناسزا گفتن در صفحات مجازی دیگه به خود ایرانی ها و برادرای افغانای ما که دو دشنام میزنن اونجا ایرانی ها دیگه این خب خوب نیست. مشخص بسازه که بعد کسایی که عسکرش از پلیسش هست و کسایی که نظامش هست ولی تو کل ایران دیگه دو زدن و دشنام گفته این خودش یک جهالت و بی‌منطقی است. استاد عزیز درست. اینجا اهل سنت هست، اونجا مسلمان هستند، اونجا مردم ها انسان های
فاضل و ادیب و مردم هر گروه سری داره نیست که کل ایران خراب باشه دیگه. یک گروه یک نظام است، یک نظامی است که نه به خود رحم میکنه نه به افغان. وقتی که رحم به شما نمیکنه، چرا یک مسیج دارم من پیام برام، چرا در ایران میروید؟ چقدر استاد عزیز برای یا شما چندی سال از میگید به ایران نروید. درست. ولی میری اونجا ما خودکش بگم پروری میکنی. افغانستان امال آرامی است، باید به خود وطن باشید. میری در ایران اونجا چه حالت از سرتان میزنید تان و حالا میگه که افغان دوز است، افغان موبایل دوز، افغان تجاوزگر است، افغانی است که افغان ها برای برنامه و پروگرام ها در توییتر سر گرفتن که افغان ها باید هرچی زودتر هرچی عاجلتر باید از ایران خارج شوند. درست. ایران سوی مغول است، مغول بربری است، به بد گفتن از داود اشنام است. باز چرا دولت ایران نظام رافضی ایران چرا از ایران استفاده میکنه؟ بالا به تیپ فاطمیون در سوریه روانشان میکنه، 2-3 تقریبا 3-4 از بین بردی. هم استفاده میکنی، هم برایشان خانه و جایداد دیدی. دیگه یک کسی دیگه به نام رزاق مامون است، از جای ماماسی وطندار ماماسی، یک آدمی است که این یک کتاب نشته کرده اون سر یک چند سال قبل به نام جای پای فرعون. بله. در بازین ایران نوشته. ولی حالا ببین که از دولت نظام فاسد رافضی ایران این دفاع میکنه به نفع از او که زد که ایران امروز اسرائیل زد چپش شد که 20-100-200 راکت زد که ایران گرفت، یعنی که حزب الله گرفت. اینی یه رقم مردم ما چه رقم مردم داریم؟ ما هیچی مردم بارم من نشناختم مساعد از به خدا تا دیروز کتاب در علیه ایران نوشته کرده. امروز دفاع داره که ایران گرفت، حزب الله گرفت، جمهوری اسلامی ایران گرفت. و از برای خدا یکی دیگه ایش میره به نام بارور، یک کثیف دیگه ایش از پنجشیری است، یک پنجشیری از جای ماست، بیخی نام پنجشیری بیناموسا به چه بگویم تو ساز از این به خدا دازی میزدید. رفت اینجا پیش خامنه ای که تو پنجشیر آستان شماست، مربوط شما. این چه منطق هستی؟ این چه رقم رسالاست؟ یا این کسافت و وطن فروش و دین فروش و بیعزت و بیابرو. باز ما برای جسته کنم خوب وقتی که پنجشیر مربوط ایران، مربوط دولت رافضی را خود دولت رافضی ایران بده خود سیخن هم اجازه میده. آیا با خوار مادر شما اجازه میده که بده سیخه شما؟ با سالش هم میده دو دشنام میگن. همین پنجشیری هایی که امروز خود تاجک و فارس و فارسیبان و مجوسی و نمیفهم ما پیغمبر ما فارسی زبان است و یک تعداد این پنجشیری ها این تو بیعقل و نادان احمق شدن. الله مستعان. بارور میرسه باید در دست خامنه ای رو میگیره، شیر میخوانه برش، تو نمیفهمی هستی و هستی. این قدر صاحب فارسی تو شو، فارسی او تو شو. و برادر اسلام دین اسلام المقصود اگر سر بالا کرده به نام اسلام بود، اگر مجاهد بود به نام اسلام بود، اگر جهاد اعلام کرده در افغانستان به نام اسلام بود، به نام زبان و فرهنگ و فارس و فارسی بودن و تاجک و پشتون بودن نبوده. این زبان پرستی و نژاد پرستی پدید از کجا آمده؟ چه وقتی فرهنگ ترویج شد استاد عزیز؟ الله المستعان. و این دولت ایران هم سید روز دو داشتم در افغان پدر سوخته که افغان نمیفهم که صد نام از آرام مثلا ما در فیسبوک یا را بکشید. ما همیره میخواستم استاد عزیز از زبان مبارک شما یک تفسیره و یک توصیه شما را که برای مردم ها بگمید دو داشتم یا چرا میرن به ایران؟ درست. امین صاحب میخواستم از بازم جزاکم الله خیر. زنده باشید. سلامت باشید. سلامت باشید. سلامت باشید. الله متعالتان کنه. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بارک الله فیکم. تشکر شما. ببینید الان در یک کشوری مثلا در ایران یک مهاجر افغانی، یک پسر 14-15 ساله‌ای به نام سید مهدی موسوی یا مهدی موسوی، پلیس ایران، پسرم ناشنوا بوده فکر کنم تعدی، چیزی میپرسه جواب نمیده، بعد میگیرن دستگیرش میکنن و در این لحظه یکی از افراد پلیس ایران زانویش رو روی گردنش میگذاره. طبق بعضی از خبرهایی که من شنیدم میگن گردنش شکسته و فعلا در بیمارستان بستر است و اینا. ببینید شکنجه افغان ها، اذیت افغان ها کار امروز نیست، کار دیروز نیست. این از روزی که مهاجرین افغانی به ایران مهاجر شدن این شروع شد و تا هنوزم ادامه داره و این کار همه ملت ایران نیست. یک واقعیت هست، رو بعد این رو قبول بکنیم. ملت ایران در بینشون خوب و بد وجود داره، همانطوری که در بین افغانهای ما هم خوب و بد وجود داره. افغانها 100% در ایران همشان آدمای خوب نیستن، 100% همه آنها مهاجر نیستن. در بینشان کسایی است که برای
خوشگذرانی میرن، کسایی که برای فحش و فساد میرن، کسایی که برای تجارت مواد مخدر میرن، کسایی هستن که برای هزار یک اعمال زشت دیگری میرن، چون زمینه خیلی از این اعمال زشتی که در افغانستان شاید برایشون میسر نیست یا در گذشته هم نبوده، در ایران خیلی راحت میسر است. و در بینشان کسایی هم بودن که مهاجر هستن، واقعا به خاطر نیاز، به خاطر بدبختی، به خاطر جنگ، به خاطر مسائل اقتصادی مهاجر شدن در ایران. اولا این رو باید اعتراف بکنیم که همه افغان‌هایی که در اونجا هستن همه انسان‌های خوب نیستن. افغان‌هایی بودن که در اونجا مرتکب قتل شدن، افغان‌هایی بودن که مرتکب جنایت شدن، تجاوز جنسی و خیلی مسائل. همه ملت ایران هم بد نیستن. باور کنید که من میتوانم این رو به یقین بگم که 99% مردم ایران با افغان‌ها رفتار خوب داشتن و دارن تا امروز. خیلی افغان‌ها رو به کار گرفتن، باغ‌هاشون، خونه‌هاشون، زندگیشون رو برای اونها رها کردن. شما تصور کنید مهاجر افغانی با شکل غیر قانونی وارد ایران شده، طرف اومده مثلا ویلاشو کلا کلیدشو داده، گفته تو نگهبان باش در اینجا. و بعضی از وقایع هم رخ داده که طرف اومده هر چه دار و ندار طرف برده فروخته یا دزدی کرده رفته. به ندرت این وقایع هم رخ داده. اما عموما افغان ها نمیگم 100%، اما اکثریت امانتدار بودن، رفتار خوب کردن، زحمتکش بودن و خیلی از این ساختمان ها و پیشرفت ها و خیابان ها و خیلی از کارهای ساختمانی که در ایران شده، یعنی اگر زحمت و پشتکار افغان ها نمی بود شاید امروز نمیتونستن ایرانی به تنهایی خودشون این کارها رو انجام بدن، چون این طبیعت مردم افغانستان مردم سخت کوش و زحمتکشی هستن، کارهای سنگینی رو میکنن که مردم ایران نمیتونن انجام بدن اکثرشون. 3-4 میلیون افغانی در اونجا مهاجر شدن و همین کافی است که این ملت الا در وقایع بعضی اوقات که گاهی اوقات مثلا یک مسئله رخ داده و یک تظاهرات هایی بوده و برخوردهای زشتی بوده، اما بالعموم رفتار مردم ایران رفتار خوبی بوده. شما امروز یک مهمانی به خونتون بیاد، یک روز آره مهمان، روز دوم، روز سوم خسته میشید، ولو که خواهرت باشه، برادرت باشه، قوم و خویشت باشه. چه برسه به این که از 40 سال به این طرف ملت ما در اونجا یکی نه، دوتا نه، 1000، 100,000، 1 میلیون نه، 4-5 میلیون هستن در اونجا. و ما باید قدر این رو بدونیم که اونها احسان کردن، جا دادن و مسئله نجات پرستی و ناسیونالیستی که وجود داره در ایران، این یک چیز بد است، زشت است، غیر انسانی است، غیر اسلامی است و از اون بدترش در کشور خود ما هم وجود داره. الان شما مثلا یک هزاره‌ای بلند شه بره قندهار، یا یک ازبکی بره جلال آباد، یا یک پشتونی از جنوب بره مثلا به بدخشان، آیا مردم این مناطق مختلفی که ذکر کردم با یک بیگانه‌ای که از داخل وطن هست 100% همه رفتار خوب میکنن؟ نه، بعضی اوقات هست کسایی که رفتار بدم بکنن به خاطر مسائل قومی، مذهبی. پس هیچ وقت در وقایعی مثل این که برای این جوانی که رخ داد شما به یک ملت توهین نکنید. ببینید اشتباهات بزرگی که بعضا صورت میگیرد، توهین به یک امتی، مثلا یک عربی، یک رئیس جمهوری، یک امیری، یک پادشاه یک کار بدی کرد، عرب ها اینن، عرب ها اونن، غلط هستیم. یا اگر یک واقعی رخ داد در ایران، ایرانیا بدن، ایرانیا فلانن، توهین به اسم یک کشور، به پرچم یک کشور، به مقدسات یک کشور، به نژاد و به قوم یک کشور، این یک عمل خیلی زشت و ناپسند است که کمتر از اون عمل زشتی که اون طرف انجام میده نیست. ما عمل زشت یک فردی از پلیس ایران که یک نوجوان افغانی را اذیت کرده، شکنجه کرده و سبب زخمی شدن او شده را محکوم میکنیم، اون شخص رو نباید به یک ملت توهین بکنیم. وقتی که مثلا
شما توهین میکنید ایرانی‌ها فلان 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 شده. در بین این ایرانی هایی که حالا اگر جمعیت ایران رو 90 میلیون در نظر بگیریم، چیزی در حدود 30 میلیونش اهل سنتن و در بین همین اهل سنت هم همشون انسان‌های خوب نیستن. گاهی اوقات شما در بین شیعه انسان خوبی رو خواهید دید که در مقابل در بین اهل سنت انسان‌های بدی هم وجود خواهد داشت. این طبیعی است. نمیتونیم بگیم یک نسل، یک جامعه، یک کشوری همه خوبن یا همه بدن. و این حساسیت ها رو نباید ما سبب برانگیخته شدنش بشیم. اونا بیان شما برید به قوم اونها توهین بکنید، به نژاد ایرانی توهین بکنید، اونا بیان به شما به عنوان یک افغانی توهین بکنن. بعد همین مشکلاتی است که به طور مثال افغان‌ها در ترکیه خیلی مورد احترام بودن. در کشورهای عربی مثلا من دیدم در امارات، در کویت، در قطر، در عربستان سعودی، خیلی از جمله به اصطلاح مهاجرین و کسانی که در اونجا اقامت داشتن بیشترین احترام و قدردانی نسبت به افغان‌ها بود. در ترکیه مثلا خیلی به افغان‌ها احترام می‌گذاشتن. با هر ترکی که صحبت می‌کردی میگفت که ما فراموش نکردیم مثلا مشارکت افغان‌ها رو در جنگ چناقلعه، در جنگ استقلال که اومدن در کنار ما ایستادن و از ما دفاع کردن. خب اون ملت‌ها تاریخشون رو میخونن، خبر دارن. اما چی شد؟ 8 جوان افغان جمع میشه در یک منطقه به یک دختر ترک تجاوز جنسی میکنه. شما تصور بکنید، من خطاب به افغان‌هایی که مثلا این مسائل رو دامن میزنن، اگر 8 تا ترک میرفت در افغانستان همچین یک کاری رو با یک دختر افغانی میکرد، رد فعل شما، ریاکشن شما چی بود؟ بعد یک جوان افغانی میاد مثلا پرچم ترکیه رو میگیره جلوی ویدیویی آتیش میزنه، یا زیر پا لگدمال میکنه، یا پول مثلا ترکیه رو میگیره آتیش میزنه. شما با دشمنی یک امتی رو برای خودتون میخرید به خاطر یک حماقت یک جوانی. درسته شاید بدرفتاری از جانب ترکام شده باشه به افغان‌ها، در آلمان، در آمریکا، در عربستان، در هر کشور دیگری امکان داره این مسائل رخ بده. اما سبب خیلی از این رفتارهای زشت خود ما هستیم. رفتارهای زشت ما بوده. وانگهی به قول برادر عزیزمون، امروز که در افغانستان امنیت هست، آرامی هست، سعی کنیم ولو با مشکلات سختی هایی که وجود داره بسازیم تا نیاز، تا خطر یعنی مرگ نباشه، انسان وطنش رو رها نکنه، نره. وقتی که در یک کشوری به شما میگه که خلاص ما به شما نیاز نداریم، زیاد هستید، اذیتمون کردید، نیایید دیگه، نمیپذیریم، نرید. وانگهی قاچاق رفتن، غیر قانونی رفتن، امروز هر کسی که غیر قانونی وارد یک کشوری میشه طبق قوانین همه کشورهای دنیا کشته بشه، غرق بشه، بزنن، شکنجه بکنن، هیچ کس بازخواست نمیکنه. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی یک امنیت و آرامی رو در افغانستان بیاره که دیگه ملت ما نیاز نباشه که در بدر و مهاجر به کشورهای مختلف بشن. خب دوستان عزیز، آخرین تماس را هم میگیریم و بعدا با شما خداحافظی میکنیم. بیننده عزیز بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم استاد محمد انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. از شما خواهش دارم در حق مهاجران تاجیک دعا کنید. الله سبحانه و تعالی همه عزیزان تاجیک رو که مهاجر هستند در خارج از تاجیکستان حفظ بکنه و صحیح و سالم و غانم به وطنشان برگردن و شر این ظالم و ستمگر و طاغوت رو از سر ملت تاجیکستان دور بکنه که دیگه مجبور نشن جوانان تاجیکستان در کشورهای مختلف در به در باشن. رحمت استاد، در حق مادرم، در حق پدرم مرحوم دعا کنید. الله سبحانه و تعالی شما و پدر و مادرتان رو سعادت دنیا و آخرت نصیب بکنه و جنت الفردوس جایشان باد برادر عزیز. رحمت استاد. سلامت باشید. سلام و رحمت الله و برکاته. زنده و سلامت باشید دوستان عزیز، برادران و خواهران گرامی. الله سبحانه و تعالی حفظتون بکنه تا سه‌شنبه که باز هم با آن روی سکه ان شاءالله در
خدمت شما عزیزان خواهیم بود. الله سبحانه و تعالی یار و یاور و ناصرتان باد و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني